سلام دوستان، ما امروز میخوایم شما رو ببریم به یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی، آبشار لاتون. مسیر رسیدن به این آبشار پر از چالش و هیجان خواهد. لطفاً برای حمایت از ما چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. آبشار لاتون یکی از زیباترین و بلندترین آبشارهای ایران است که در استان گیلان در نزدیکی شهر آستارا قرار دارد. مسیر رسیدن به این آبشار به دلیل ارتفاع و محیط طبیعی اطرافش از دیرباز مورد توجه طبیعتگردان و علاقه‌مندان به ماجراجویی بوده. عزیزای دل سلام، امیدوارم که تا به این لحظه لذت برده باشین از این جذابیت و زیبایی در طبیعت. اگر این سبک ویدیو خوشتون میاد لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. ما تقریبا 70-80% راهو سپری کردیم. مقصد آبشار لاتون هستش در لبندبیل، استان گیلان. امیدوارم تا ادامه مسیر با ما همراه باشین. یادتون نره لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید که به محض اینکه کلیپ منتشر میکنیم براتون بیاد. مسیر رسیدن به این آبشار کمی طولانی است و نیاز به پیاده روی در طبیعت بکر و کوهستانی دارد. بنابراین داشتن تجهیزات مناسب و کفش کوهنوردی توصیه می شود. ارتفاع این آبشار به 105 متر میرسه که از آن به عنوان بلندترین آبشار ایران یاد میشه. بهترین زمان برای بازدید از این آبشار فصل بهار و پاییز است. خب اینم از آبشار لاتون. امیدوارم از این همه زیبایی شما مثل من لذت برده باشین. بریم برمیگردیم. دوستان یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، دکمه زنگوله رو هم حتما بزنید. بس اینکه کلیپ براتون منتشر میشه تشریف بیارید و ببینید. مرسی که همیشه از ما حمایت میکنید. فعلا این منطقه مکان خوبی برای عاشقان طبیعت و کسانی است که به دنبال آرامش در دل جنگل‌های گیلان هستند.